بی ترس گام برمی دارد. کارش متفاوت از دیگر هم قطارانش. بیش از 1 دهه است با اژدهای خوابیده سر و کار دارد، آن هم بدون لباس محافظ معین‌زدایی. سراج بیش از 7000 بمب دست ساخت طالبان را شناسایی و زیر زمین بیرون کشیده. بعد از آنکه 6 یا 7000 مین را از زیر خاک کشیدم، خارجی ها در این قرارگاه برایم دوره آموزشی گذاشتند. برایم شهادت نامه دادند. درسی که به من میدادند بیشتر برای تبادل نظر بین من و آنها بود. مثلا صحبت می کردیم بم هایی را که با سولر منفجر می شود چطوری خنثی کنیم. سراج در یک واحد 5 نفری مین روبی در ولسوالی پنجوایی قندهار کار می کند. بمب های دستساز طالبان جنگ افزار اصلی آنهاست و البته عامل اصلی تلفات نظامیان افغان. پنجوایی 1 سال پیش کشتزار بمب های طالبان بود پشت درهای شهر استراتژیک قندهار. اما در 1 سال گذشته دهها جنگجوی طالبان کشته شده و اسناد پلیس هم نشان می دهد که 34200 حلقه ماین کشف و خنثی. تیم سراج مانع اصلی تلاش طالبان. بازی با مین بازی خطرناک است. مرز بین مرگ و زندگی بسیار باریک است، اما برای سراج که سالهاست مین خنثی میکنه این کار تبدیل شده به یک کار عادی. صدایش حتی لبخندش را هم خراب نمی کند. بارها پشت مخابره با طالبان مشاجره کرده. شورشیانی که مدت است با نام این فرمانده مینروب حساسیت پیدا کردند. طالبان برزن گفتو اگر همین ما نگه کشیدی ما میگم والا آفرینید. بالاخره سراج در این انفجار که من خنثی کرد کشید طالبان برزن والا گفت برای دیگه چیزی گفته ندونه، فقط اما میگم خدا عمرت کم کنه. طالبان آنقدر که از سراج شکایت دارند چیزی کمتر او از دولت خود حدود $200 حقوق ماهانه در مقایسه با خطر کاری که دارد ناچیز است. 2 سال است هم بی صبرانه منتظر طرفی. وقتی میپرسم از تهدید طالبان نمیترسد، این افسر 30 ساله میگوید مرگ و زندگی به دست خداست. هارون نجفی زاده BBC در پنجوایی قندهار.